افشای حقایق تازه آشوقی عالی انصاری و حسام فرزان. بالاخره عالی انصاری زبان باز کرد و درباره رابطه‌اش با حسام فرزان ابراز نظر کرد. عالی انصاری در کدام کشور زندگی می کند؟ نشر آهنگ جنجالی و پر سر و صدای عالی انصاری با حسام فرزان. در روزهای عید من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند جوان، موفق و خوش صدای کشور است که در این عید نامش در میان هنرمندان افغانستان آوازه شد. عالی انصاری یگانه هنرمندی بود که بیشترین آهنگها را در عید سعید فطر برای دوستداران و طرفداران صدایش سرود. آهنگ عالی انصاری با حسام فرزان دوباره نام عالی انصاری را در صفحات مجازی شهرت ساخت. عالی انصاری رفتار جالب و باور نکردنی با حسام فرزان داشته است و عالی انصاری در یکی از آهنگهایش دست حسام فرزان را حنا می‌بندد. این کار عالی انصاری مورد نقد و نظر فراوانی از طرف دوستداران و طرفداران صدایش شده است. عالی انصاری در کشور انگلستان زندگی می کند ولی به خاطر کارهای هنریش سفرهای متعددی به کشور امریکا و کانادا داشته است. عالی ازدواج کرده بود. از شوهر اولش دارای 2 فرزند بوده است ولی از شوهرش جدا شده است. گمان از هایی می رود که عالی انصاری قرار است با حسام فرزان ازدواج کند ولی حسام فرزان سن کمی داشته است مانند پسر عالی انصاری است ولی عشق عاشقی عهد و مرز سن و سال را نمی شناسد. حسام تا کنون در این باره ابراز نظر نکرده است ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران عالی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درود دیگر همه تان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.